شاگرد بود میگفت یک همراهی یک تاکسی نشستیم و 1 ساعت از این شهر تا دیگر شهر او را دعوت کردم که تا اینکه سیگارت نکشد. سپس در همین خلاصه 1 ساعت قانع کردم که آن مردک قسم خورد و ترک کرد سیگارت کشی را. و من پرسیدم که آیا آدم مقصد مسلمان بود، نماز میگذاشت؟ گفت نه. آخه چی فایده وقتی که یک شخص کافر را دعوت میکنه که ترک سیگارت کن، حالا که او به یگانگی الله تعالی ایمان نآورده است؟ او اگرچه سیگارت نکشیدن وارد دوزخ میرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که ما من یهودی ولا نصرانی یسمع بی ثم لا یؤمن بی الا کان من اهل النار. یگان یهودی نیست یا نصرانی نیست میشنود که محمد پیغمبر شده است، ثم لا یؤمن بی، سپس برای من ایمان نمیبیارد و پیغمبری من اگر ایمان نآورد الا کان من اهل النار، مگر او از اهل دوزخ است. گفتم یعنی خواه او عرق می نوشد نمی نوشد، یک کافری که به پیامبر صلی الله علیه و ایمان ندارد، به دین اسلام اعتقاد ندارد، لیکن عرق نمی نوشد مثلا یا سیگارت نمی کشد، او وارد دوزخ می شود. یا بگذار دیگر عملهای خیر داشته باشدم، چه خیلی که مثلا حاتم طایی بسیار شخصی کریم بود، بسیار شخصی سخاوتمند بود، لیکن به دوزخ رفت. کدام انسانی که مسلمان نشده است آنها را به فروع شریعت امر کرده نمیشه، به نماز و روزه و زکات و به اینها امر کرده نمیشد.